موی کالتا این و دیگر دولت‌ها بسیار می‌زیبد. باید دختر تاجیک باشد، موی دراز، باید تاجیکانه باشد همه وقت، لباس تاجیکانه و برکنش تا همه فهمن که و تاجیک است. یکم موی سری کوتاه یا اینکه دراز داشتن این وابسته به خواهش خود همون دخترها است. دوم فکر من همین است که موی سری کوتاه داشتن مخصوصا جوان دخترهایی که در شهرها زندگی میکنن، آنها که بخوانن و کار میکنن، برای آنها موی سری دراز داشتن شرط نیست. سوم اینکه بعد مردم به موی سری دراز داشتن و کوتاه داشتن همون جوان دختر چی رای دارن، چی مناسبت دارن؟ هر کس باید که رای خودش داند، کار خودش داند. وقتی که من سراسیمه میشوم، من وقت ندارم که برای مو بافتن و ممکن غنداشتن وقت ندارم. برای همین با موی کالتا آسان‌تر است. وای من صبح کنم اگر دخترها با موی دراز میزیبند، موی کالتا نمیزیبند. موی دراز بافته و یک عجایب دخترای خوش رو میشونن. برای دختر تاجیک از اول موی دراز زیبا بود و زیبا میماند، ولیکن با مرور زمان وقتی که ترقی کرد و ما هم دولت دموکراتی هستیم، موی های کوتاه هم به دخترای تاجیکای ما بسیار زیبنده است و شکل و تغییر نمیدهد، خوشرو است و زیبا است. من از خورده موی سرم رو مادرم درست کرده است. نمیخواهم موی سرم رو کالتا کنم. پدرم با محقول موی سری دراز. خودتون می‌خواستید؟ بله خودم میخواستم موی سرم دراز شود، باز از اینم دراز شود. موی سری کوتاه برای دخترای دانشجو به نهایت خوب است، چون که آنها میتوانند که به درس‌ها سری وقت حاضر شوند. یعنی بعد بر دیگر کارها میتوانند که یعنی چه بگویم، همون سر و زیب کردن موی سر، این در موی سری کوتاه خوب است، چون این که موی سری دراز دارن اونهاست. موی سری من خودش دراز، نو من در موی کالتا مخوبتر. برای موی دراز قین به فکرم نگاه بینش ده. من از خوردی در آرزوی موی سری دراز بودم. خیلی خواهش داشتم که موی سرم دراز باشد. حاضر خوشبختانه موی سری من دراز شده است به قدر امکان و چنین میخواستگیم. نوابسته از آنی که برای آرا دادن آن خیلی وقتی زیاد صرف می شود. من در بسیار موردها به درس ها دیر میمانم از روی آن که موی سری دراز دارم و برای آرایش آن وقتی زیاد را صرف میکند. اما نوابسته از این به من موی سری دراز خیلی محبوب است. برای تا سنی 18 ساله را موی دراز البته خوب است، که بعد 18 ساله موی سر باید کوتاه باشد. برای در وقت دانشگاه رفتن یا که به کار رفتن و پیچسکا کردن در کار، تست شستن در کار که موی سری دراز قینی میکند، هم سر سوخته میگیرد در شانه کردنش، هم روز نمیشد به زودی بعدی نچاس. خوبتر اگه کالتا باشه که تست شوان پیچسکای هر خیلی خوش روی بکنن بگردن. در دختر تاجیک ما دراز میزیبه. برای کی؟ خیلی خیلی تاجیک کالتا که پوشید مگر همین قیوبکا باشه. خیلی بعد همه را یعنی با تاجیک نمیشه. نه که کالتا نمیزیبه. کالتا که خیلی دختر باید در بچه فرق میاخی. کالتا که کد رنگ مردکو میشه. بچه در موی سری دراز. همین موی سر دراز فرق میکنی. دراز که کد باید کرتای چی پوشه؟ کرتای ملی. خیلی یاو که پوشید خیلی بروگ مروگ مگر هم که فرق نکنه بچه ده. گفتی من موی سری دراز میزیبه است. برای دختر در موی سری کالتا رنگ بچه ها میتونه چیده کنم. موی سری دراز ساز نیست. گپی مردم، مخصوصا مردمی که آنها در شرایط تاجیکستان حاضر قسم زیادی آنها کهنه پرست و کنسرواتیو است، به گپی آنها عموما هیچ وقت اعتبار دادن در کار نیست. فرق نداره دراز باشه کالتا باشه او خوشنی باشه. خودشان نگاه کردتونن موی سری دراز هر روز پریچوسکا کنی، موی سری کالتا هم هر روز پریچوسکا کنی، هر دوش خوش روی. برای که دخترای تاجیکی ما خودشان خوش روی.